بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما عرب های تاجیک نشین در تاجیکستان زندگانی میکنیم. شکر الله میکنیم که همه علما ها با شما آقای انصاری به نهایت ما هر گاهی که شما رو میبینیم خداوند متعال که خالق هستی ما است. شکر الله میکنیم که به مانند شما علما ها داریم و میخواهم که این یهودی صفتان، این قبر پرستان از ریشه اینها از زمین ما تازه گردند و مانند شما نورانی برادران ما زیاد گردند و اسلام روز از روز زیاد گردد و خداوند مهربان تاجیکستان عزیز ما و هم و مانند شما علما ها زیاد گردند. الله که علما داریم ما و با واسطه این تلویزیون شما ما بسیار بسیار به راههای هدایت قدم می‌نهیم. الحمدلله. خداوند متعال آن خالق هستی که ما و شما را هست کرده است، پروردگار از تو میطلبیم، فقط از تو یاری میجوییم که این یهودی صفتان را از مملکت ایران و از روی زمین تازه بگرداند و همه ما برادران اهل اسلام را یک جای نشینیم و همدیگر را بفهمیم ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از بیننده عزیزمون از تاجیکستان. من خادم علمای اهل سنت هستم و در وقتی که متاسفانه علمای اهل سنت در ایران در زندان بزرگ قرار دارند و این مجال برای اونها داده نمیشه که چه در شبکه‌های داخلی و چه در شبکه‌های برون مرزی بیان صحبت بکنن و روزانه تهدید میشن از طرف آخوندهای اطلاعاتی، از طرف کفار و منافقینی که عبا و قبای اسلام رو به تن کردن. در نبود اونها ما مجبوریم که ادای وظیفه بکنیم. امیدواریم روزی برسه که علمای بزرگ اهل سنت این مجال برای اونها داده بشه که بیان در این شبکه ها و صحبت بکنن و از اعتقادات اهل سنت دفاع نمایند. من تشکر میکنم از برادر عزیزمون از تاجیکستان.